نوزیران منطقوی ملیسیای جماعت دهاتی یووه نوحیه باباجان غفورов اویدی وضعیت کریمینگینی منطقه با فعالان جماعت حسابات دادند. سبب و عامل‌های صادرشوی کردارهای ضد حقوقی شهر داده شده برای پیشگیری از آن همکاری شهروندان با ملیسیا مهم ارزیابی گردید. وخوری‌های حساباتی نوزیران منطقوی در نزد اهالی از اصول‌های جلب شهروندان به همکاری با ملیسیا میباشد. چنین چاره‌بینی‌ها در اساس برنامه دولتی اصلاحات ملیسیا تشکیل کرده شده. معلومات رساندن نوزیر منطقوی برای در یکجایگی با اهالی پیشگیری نمودن از قانونشکنی و برطرف کردن عنصرهای جنایتی زمینه میگذارد. نوزیران منطقوی جماعت دهاتی یووه نوحیه باباجان غفورов همین گونه چاره‌بینی معرفتی را گذرانیده در حضور رئیسان گذر و محله‌ها و فعالان منطقه ماموری اویدی وضع جمعیتی سیاسی و اپراتیوی جنایتی در دوره 9 ماه سپریشده سال جاری حسابات دادند. همچنین در چاره‌بینی مذکور اعضایان شورای جمعیتی اوید به اصلاحات ملیسیا اشتراک داشتند. وابسته به وضع جنایتکاری و حقوق ویرانکنی‌ها در جماعت یووه نوزیر منطقوی لتنانت کلون ملیسیا بختیار حمیدزاده به حاضرین معلومات داد. طور تاکید رفت در منطقه ماموری خدمتی نوزیران منطقوی ملیسیا 90 نفر شخصان داغ سودی داشته، 8 نفر شخصان گرفتاری بیماری مایزدگی، 5 نشمند، 4 نفر بیماری روحی داشته و 12 اویله نوستوار در قید می‌ایستد که منتظم با آنها کارهای پروفیلاکتیکی انجام داده می شود. در دوره حساباتی در حدود جماعت دهاتی یووه 51 عدد جنایت به قید گرفته شده است که از این 24 جنایت قلابی، 17 دزدی، 4 جنایت ابوشی، 3 حالت اشغال غیرقانونی زمین و دیگر نمود جنایت‌ها میباشند. در این دوره 320 حقوق ویرانکنی ماموری به قید گرفته شده است که 118 حالت ویران کردن رجای شناسنامه‌وی را تشکیل می‌دهد. همچنین برای رعایت نکردن طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند 18 نفر به جوابگری ماموری جلب گردیده است. در پایه اخباراتی به سمع اهالی رسانیده شده سبب و عامل‌های صادرشوی عمل و رفتاری بیرون از چارچوبه قانون شهر داده شده همکاری شهروندان با ملیسیا در برطرف‌سازی کردارهای ضد حقوقی مهم ارزیابی گردید. پیشگیری از شامل‌شوی ساکنان نوحیه به حزب و حرکت‌های غیرقانونی در ردیف دیگر موضوعها مطرح گردیده تاکید شد که بهر رسیدن به آن باید از تمام امکانات استفاده برد تا اینکه جوانان در روحیه وطندوستی تربیت یابند. همچنین وابسته به مشکلات و معماهای در منطقه جای داشته و راه‌های برطرف سازی آن اندیشه‌رانی صورت گرفته نوزیران منطقوی جماعت دهاتی یووه به سوال‌های پیشنهاد گردیده اهالی پاسخ دادند. تکلیف و پیشنهادهای اشتراکداران چاره‌بینی را نوزیران منطقوی به رجای کاری خود وارد خواهند کرد. تاکید گردید در فرجام چاره‌بینی.